با سلام و احترام، من نادیا زیایی هستم، مدرس روبیک و زبان. درسی که امروز قراره برای شما توضیح بدم و آموزش بدم درباره معرفی خودتون هستش. اما قبل از هر کاری لطفاً کانال اینستاگرام من رو که اینجا قرار دادم حتما دنبال کنید و فالو کنید. لایک و فالو فراموش نشه. خب به نام خدا بریم سراغ درس اول. درس اول میگه introducing yourself. Introducing یعنی معرفی کردن خودت. میگه you can greet people by saying hello or hi. Introduce yourself using I am. You may also need to spell out the letters of your name. اوضاع از این قرار هستش که شما وقتی میخواید معمولاً با یک نفر سلام احوال پرسی کنید از هلو یا های استفاده میکنید که های لس فرمال هستش. لس فرمال یعنی چی؟ لس فرمال به این معنی هستش که اجازه بدید من سایز اینو کوچیک‌تر کنم. لس فرمال یعنی غیر رسمی. خب لس فرمال یعنی غیر رسمی. وقتی شما دوستی رو میبینید، وقتی که با یک نفر خیلی آشنایی بیشتری دارید و راحت‌تر هستید، های رو به کار میبرید. اما هلو فرمال هستش. وقتی شما برای اولین بار یک نفر رو میبینید یا فردی رو میبینید که خیلی رسمی هستش، مثلا توی شرکت ها یا توی مهمانی های خیلی رسمی، شما از هلو استفاده میکنید. اما برای دوستان و آشنایان که خیلی صمیمی‌تر هستید و لس فرمال هستش، های رو استفاده میکنید. بعد از اینکه هلو و های رو مثلا میگید، به عنوان مثال شما یا هلو رو باید بگید یا های رو باید بگید که توضیحش رو دادم. وقتی که هلو رو مثلا میگید، بعد از اون خودتون رو معرفی میکنید. با چی معرفی میکنید؟ با I am. I اینجا ضمیر فاعلی شماست و am اینجا فعل شما محسوب میشه. پس شما اینجا چیکار میکنید؟ اینجا I رو به کار میبرید، بعد am. I am، بعد اسمتون رو میگید. بعد از اینکه I am رو گفتید، مثلا میگید I am نادیا، I am لیا یا لیلا یا حالا لایلا. اینجا حالا لایلا هستش. میگه you can use I am plus your name. میتونید I am رو به علاوه اسمتون استفاده کنید to introduce yourself، تا خودتون رو معرفی کنید. There are different ways of greeting someone and introducing yourself. ببینید عزیزان، خیلی راه‌های مختلفی هست. این حالا مدل آسونش رو گفته. به عنوان مثال اگر صبح باشه، صبح باشه، شما نیاز ندارید هلو یا های به کار ببرید. میتونید گود مورنینگ رو به کار ببرید. یا مثلا اگر ظهر بخیر باشه، مثلا میگید good afternoon, I am Laila. Good morning, I am Laila. Good evening, عصر بخیر, I am Laila. مدل دیگه I am اگر بخوایم خیلی دقیق تر بگیم یا مثلا یکم بخوایم زبانمون رو تندتر کنیم، میتونید بگید I'm Laila. I'm، بعد اینجا اسمتون رو میگید. یا میگید I am Laila یا میگید I'm Laila. هیچ فرق نداره، فقط اینجوری کانترکشنش میکنیم. I و am رو به هم میچسبونیم، فاعل و فعل رو، که بتونید سریعتر زبانتون رو تندتر کنید. I'm Laila, I'm Nadia, I'm Ali. اوکی؟ خب این قسمت چی میگه؟ میگه you can also use my name is. My name is. یا میتونید بگید I am Laila یا میتونید بگید my name is Laila. اسم من هست. is یعنی هست. My name، my یعنی مال من، name یعنی اسم. اسمی که مال منه هست جو. Hi, my name is Joe. جور دیگه هم میتونید بنویسید یا بگید
میتونید بگید my name's is رو بچسبونید به name. My name's Joe. I'm Joe. My name's Joe. I'm Lila. My name's Lila. اوکی؟ پس این برای معرفی. قسمت بعدی میگه مثلا جور دیگه بخوایم بگی به همین شکل بودش. My name is Joe. My name's Joe. میتونید contraction استفاده کنید، کانترکتش کنید، name رو به is وصل کنید که اینجا چیکار میکنیم؟ هر موقع شما میخواید فعل ام یا is یا آر رو، حالا هر کدومه که هست، وصل کنید، حرف اول خط میخوره، یه کاما یا یه ویرگول داده میشه. یعنی به این شکل میشه، به این شکل. اینجا اس با یه دونه کاما یا ویرگول گذاشته میشه. I am Laila. I'm Laila. اینجا فعل امازار رو گفتم دیگه، حرف اولش خط میخوره، یه دونه کاما گذاشته میشه. In conversational English speakers often use contractions. Contraction همینه که am, is یا are به چه شکلی گذاشته میشن؟ به این شکل. یعنی اینجا اگر بخوایم بذاریم am میتونه اینجوری بشه، is میتونه اینجوری نوشته بشه و are حرف اولشون اینا همه خط میخوره و جاش کاما داده میشه، میتونه به این شکل نوشته بشه. این از این. قسمت بعدی میگه how to form saying your name. چجوری اسمت رو بگی. My name is I am Laila. My name is Laila. اسم من هست لایلا. یا بگید I am Laila. یادتون باشه همیشه اسم آدما باید حرف اولشون چی باشه؟ حرف اولشون باید کپیتال باشه. کپیتال یعنی چی؟ یعنی حرف اول اسمتون باید بزرگ باشه، الش باید بزرگ باشه. ببینید اینجا جو، جی حرف بزرگه، ال حرف بزرگه. خب اگه علی هم میخواید بنویسید شما اینجوری باید بنویسید، نباید بنویسید علی، باید بنویسید علی با ای کپیتال، حرف اول کپیتال بزرگ. اوکی شد؟ خب اینم از این. حالا فرض میکنیم یک نفر شما گفتید my name's Jacob. خب طرف رفتید پیش پذیرش ریسپشنیست و بهش گفتید که خب گفتتون خب میخوام فرم پر کنم، اسمتون چیه؟ What's your name یا What's your first name؟ اسم اولتون چیه؟ میگید my name's Jacob. اون نمیتونه اینو تایپ کنه یا بنویسه. اینجا میگه برام اسپلش کن، برام هجیش کن. How do you spell your first name؟ اسم اولت رو، اسم اول مثل علی، رضا، سارا، مریم، نادیا، فاطمه. خب how do you، how یعنی چطور، چطور اسپل رو انجام میدی به هم بگو. How do you spell your first name؟ your چطور اسم اولت رو اسپل میکنی؟ این جمله‌شو یاد بگیرید. How do you spell your first name؟ چی باید بگید؟ باید بیاید اسپلش کنید دیگه. میگید J eats، با eats هم میتونید بگید eats J A C O B Jacob. و حتما لطفا یادتون باشه اگر میخواید بنویسید مثلا حالت نوشتنی میخواید اسپل کنید، حروف همه بزرگ گفته میشن. J A C O B. My name's Jacob. J A C O B. My name's Ali. A L E. فرض کنید یه نفر من گفته، مثلا به پسر گفته اسمت چیه؟ میگه My name's Ali. حالا میخواد اسپل کنه A بزرگ، L بزرگ، B. خب
کپیتال A L و I به این شکل. حالا اینجا ازت پرسیده how do you spell your last name. last name یعنی اسم آخر. اسم آخرتون چیه؟ منظور همون فامیلتونه. چه بگید اینجا؟ چه بگید؟ surname، چه بگید؟ last name، چه بگید؟ family name. همش یکی هستش. همش یکی هستش. خب حالا اینو در نظر نگیریم. منظور ما این هستش که last name به معنای فامیل هستش. first name هم به معنای چی هستش؟ به معنای اسم اول هست. پس وقتی میگیم first name یا وقتی فقط name خالی به کار میبریم منظورمون اسمتونه، یعنی میگه اسمت چیه. اوکی؟ اما وقتی میگیم last name منظور پس بذارید اینجا براتون اصلا بنویسمشون. شما چه بگید؟ first name. first name. چه بگید؟ name. چه بگید what is your first name. چه بگید what is your name، یعنی اسمت چیه یا اسم اولت چیه. باز باید اسمتون رو بگید. how do you spell your first name، یعنی اسم اولت رو برام هجی کن. اما اینجا چی؟ اگه بگید what is your surname، خب یعنی فامیلت چیه. what is your family name، فامیلی چیه. what is your last name، بازم یعنی فامیلیت چی هستش. خب حالا ما اینجا گفته how do you spell your surname، how do you spell your family name، how do you spell your last. همه اینا یه معنی میدن. اینا هم همه یه معنی میدن. خب پرسیده how do you spell your last name. فامیلی چیه؟ Williams. W-I-L-L یا double L هم میتونید بگید I-A-M-S Williams. خب قسمت بعدی چی میگه؟ وقتی به شما خب حالا طرف پذیرش ریسپشنیست بهتون میگه how do you spell your full name. full name یعنی چی؟ یعنی هم full کامل، هم first name تو به من بگو یا name تو من بگو، هم last name رو به من بگو. یعنی last name plus first name، یعنی هم اسم به علاوه فامیل یا فامیل به علاوه اسم. دوتا رو باید بگید JACOBWILLIAMS. خب اینجا ما تو قسمت باکس الفابت رو میریم. میگه اینجا باید تلفظ ها رو یاد بگیرید. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z or Z. A حرفش خب لترش حرفش A هستش اما صدای A میده مثل اپل. B حرفش ب، حرف B صدای چی میده؟ ب. حرف C صدای ک. حالا برید جلوتر صدای س هم میده. حرفش میشه D صدا میشه د. حرفش میشه E صدا میشه ا. اگر حالا تو موارد دیگه هم باشه مثلا 2 تا ای بذارید صدای ای کشید و اینا هم میده، ولی فعلا ما پرونانس های یا تلفظ های سادهش رو میگیم. حرفش میشه F صدا میشه ف، حرفش میشه G صدا میشه گ، اما در بعضی مواقع صدای ج هم میده. حرفش میشه H صداش ه، حرفش میشه I صدا ای هستش، ای کوتاه مثل ایران، اما
یه وقتی هم صدای آی هم میده در مواقع خاص که اونها رو بعداً توضیح خواهیم داد. حرفش میشه جی، صدا ج، مثل جوس، اپل جوس، آب سیب، اورنج جوس، آب پرتقال، جوس کلا آب میوه. حرفش میشه کی، کی بزرگ هست کپیتال کی، اسمال کی. حرفش میشه کی، صدا میشه که تشدید دار، مثل کایت، بادبادک. حرفش میشه ال، صدا میشه ل. حرفش میشه میم، ان، صدا میشه م. حرفش میشه ان، صدا ن. او، صدا بین او و آ، مثل orange، octopus. P، صدا sounds پ. letter Q sounds cool، صدای cool میده، مثل quiet یعنی ساکت، مثل queen، مثل quilt. خب letter R sounds ر. letter S sounds س. یه وقت هم صدای ز هم میده. letter T sounds ت. letter U sounds آ، like up، umbrella. letter V sounds و. حالا این و با این W که صدای و میده چه فرق میکنه؟ letter W sounds و. این رو باید لباتون رو گرد کنه، و، مثل water، مثل watch، مثل window، پنجره. اما این صدای و میده، خیلی باید شل بگید، و، وت، ون، خب violin. ولی این water، watch، window. اوکی؟ خب اینجا هم همینطور، این سی که صدای که میده، این هم صدای که میده، اما اینو که رو باید صداشو شل بگید، مثل cat، کار. اما این صداشو باید تشدید دار سفت بگید، with pressure، با فشار بگید، kite، kangaroo. اینجا هم همینطوره، این هم باید صدا شل باشه، مثل violin، van. اما این باید صدا تشدید دار باشه، و تشدید دار. water، watch، window. اوکی؟ X صدای که و سه میده، مثل box، fox. اوکی؟ fox یعنی روباه، box یعنی جعبه. Y، letter Y sounds یه. این صدای یه میده، مثل یو، خب مثل یوگورت، ماست. حرف آخر هم زد یا زی هستش، فرق نداره، صدای ز میده، ز، مثل زیپ، مثل زبرا. اوکی؟ خب این از درس امروز ما بود، امیدوارم که مفید واقع شده باشه و لطفاً حتما برای دیدن دروس بیشتر به کانال اینستاگرام من هم سر بزنید. اونجا به زودی قراره که یک سری پکیج های آموزشی روبیک و زبان هم قرار داده بشه که خوشحال میشم حتما فالو کنید، ویدیو رو حتما لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر امیدوارم که به کانال من حتما سر بزنید. متشکرم.